tushuntirishlar faqat ijodga qaratiladi. Biz albatta bu yoshlarda hayot tashqi chiqaruvlar, boshqa tashqi chiqaruvlarimiz. Lekin odamzod o'sha manfaatga chiqqandan keyin undan keyin hayotda xususan ijoddan Dushanbe, bular bir-biridan ajratib bo'lmaydigan, Qashqadaryo, Istoxon, bular bir-biridan ajratib bo'lmaydigan yaxlit bir ma'naviy hudud. Aynan aytyapman, yaxlit bir ma'naviy hudud sifatida asrlar davomida dunyoga juda katta, qolaversa adabiyotga, so'zga ehtirom an'analarini davom ettirib, ko'p tilda ijod qilish, urfini, odatini saqlab, bardavomligini ta'minlab kelyaptilar. Jumladan ustozimiz Asad Mirzoda o'tgan asrning 50-yillardan boshlab dastlabki qadamlarni qo'ygan bo'lsalar, mana bugun 90 این سوال بودم از سینای من ای بخارا قبله ایمان من ای بخارا جوهر وجدان من با تو من زر و توان یافتم ای بخارا آرمان جان من ای بخارا سرخطی نامم تویی ای بخارا شهر در کامم تویی آب و خاکت دارو و درمان من آن همایی بخت بر بامم تویی ای بخارا مهر تو پیوند جان عشق تو در دیده های ما عیان درد ما را اصل درمان استی تو مادری جان استی تو بر طفلکان ای بخارا شهر خوب و نازنین در دل و بر دیدگان هستی قرین چشم پیشاده روحت را دیدم برخ انسان هست جو مهر قرین
السلام ای دوستانی ارجمند، با ندایی دلخوش امروز ما میهمانی این دیاری دلپسند. السلام علیکم استادان گرامی قدر، همه انسان‌های نیکی که برای مبارکبادی این بزرگمرد آمده. امروز بخارا جشن دارد، مردم بخارا جشن دارد، زیرا جشن شاعر جشن شعر است و سخن، جشن شاعر جشن شعر است و وطن. امروز وطنی از زمان جشن دارد، چون که امروز یک بزرگمرد تاریخ که حیات خود را به ادبیات و فرهنگ بخشیده است، جشن و تنطره خود را با ما دیده ایستاده است. شعری سمرقندم، تو مردی دلارایی، من دلبر و دلبندم. تو زاده شبگانی، من زاده سرخانم. تو شعر خدادادی، من شعر خداوندم. اکنون همین جامعه را پوشیده گرمکک نشسته ایجاد میکنید و ایجاد شما اکنون باوری دارم که باز حالا مخلصان زیادی را اینجا لال میسازد. همیشه سربلند باشید، همیشه سلامت باشید برای مردم. من عمرم بخارا را بخشیدم. 80% اثرهای من بخارا، مردم بخارا رو نوشته شده بود. اینم برای شما. برای وطن خدمت کردن، صداقت داشتن را ما باید که از همین اسدگلزاده آموزیم. من چخیده که من تشکر. شاعر هدیه رجب بنویسند. از خدا داریم امیدی جفت پربار شما، آمد و بختی نکو اندر همه کار شما.